به نام خدا. سلام. به جلسه اول آموزش نرم افزار فیوژن 360 خوش اومدید. تو این جلسه روش دانلود، نصب و ساخت اکانت کاربری نرم افزار فیوژن در اتودسک رو بهتون آموزش میدم. برای دانلود نرم افزار کافی است اسم اون رو توی گوگل سرچ بکنید و گزینه دوم اتودسک فیوژن 360 فور پرسونال یوز رو انتخاب بکنید. این نرم افزار نسخه‌های مختلفی داره. طبیعتا نرم افزار رایگان نیست و پولیه و از طرفی فایل دانلود و نصب نداره. برای نصب نرم افزار باید یه اکانت کاربری توی اتودسک بسازید و از طریق سایت یک فایل دانلودر دانلود میشه که به صورت اتومات منابع مربوط به نرم افزار رو از خود اتودسک دانلود میکنه و روی سیستم شما نصب میکنه. نسخه‌ای که ما اینجا ازش استفاده میکنیم نسخه پرسونال یوز هست یا به عبارت دیگه نسخه استفاده شخصی و برای استفاده های تجاری نیستش. یک سری محدودیت ها داره اما تمام نیازهای ما رو میتونه پاسخ بده. برای دانلود نرم افزار روی گزینه Get Autodesk Fusion for Personal Use کلیک کنید. اینجا از شما میخواد که وارد اکانت خودتون بشید. خب من از قبل یه اکانت دارم اما اینجا یه اکانت جدید ایجاد میکنم تا با هم مراحلش رو انجام بدید. مشخصات فردی شما رو از شما میخواد. خب من مشخصات رو کامل کردم و روی گزینه کریت اکانت کلیک میکنم. خب اینجا هم که بحث راستی آزمایی هستش که ما ربات نباشیم. به همین راحتی اکانت ما در اتودسک ساخته میشه. وارد پنجره جدید میشیم. اینجا باید مجددا ایمیلمون رو وارد بکنیم. مشخصات این شماره تلفن هم تو این قسمت از ما میخواد که نیازی نیست حتما شماره وارد بکنید. روی ادامه کلیک کنید و کشور رو باید انتخاب کنید. با کلیک روی گزینه دانلود فایل دانلوده برای شما از سایت اتودسک دانلود میشه. در صورتی که با این صفحه مواجه شدید و نرم افزار برای شما دانلود نشد نیاز هستش که یه بار داخل سایت ساین این بشین. ایمیل رو ما تازه وارد کردیم و در واقع تایید نشده ایمیل، نیاز هستش که ایمیلمون رو تایید کنیم. اتودسک یه ایمیل برای من ارسال میکنه. ایمیل خودم وارد میشم و لینک در واقع ایمیل رو تایید میکنم. ایمیل برای من تایید شد. اکانت کاربری ما تایید شده الان. و حالا میتونیم نرم افزار رو دانلودش کنیم. بله همینطور که میبینید یک فایل با حجم 13 مگ برای ما دانلود میشه. این فایل نصب نرم افزار نیست و صرفا فایلی هستش که منابع مورد نیاز برای نصب نرم افزار رو
از اتودسک دانلود میکنه. باید این فایل رو اجرا بکنیم. منتظر بشید تا نرم افزار دانلود بشه که خب بسته به سرعت اینترنت شما یه مدت زمانی طول میکشه. فقط اینجا من این نکته رو بگم که نرم افزار فیوژن 360 تحریم هستش و برای دسترسی به سایت و دانلود اون نیاز هستش که از یک فرشکن استفاده بکنید. خب حالا فایل های لازم جهت نصب نرم افزار دانلود شدن و نرم افزار روی سیستم ما نصب شد. خب من فیوژن رو باز میکنم. توجه داشته باشید که نرم افزار فیوژن برای باز شدن نیاز به اینترنت داره. البته حالت کار به صورت آفلاین رو هم داره. خب ابتدا نرم افزار از ما میخواد که وارد اکانت کاربری خودمون بشیم. باید با استفاده از ایمیلی که ساختیم وارد نرم افزار بشیم. چون قبلا روی سایت با اون ایمیلمون و اکانت کاربریمون لاگین بودیم، اینجا کافی هستش روی گزینه Go to Product کلیک کنیم. خب اینجا از ما میخواد که یک تیم بسازیم و در واقع نرم افزار فیوژن 360 تمام طراحی‌هایی که توی این نرم افزار انجام میشه توی فضای ابری قرار داده میشن. البته شما تمام طرح‌هاتون رو میتونید ازش یک اکسپورت بگیرید، اما فایل ها و طراحی‌هایی که انجام دادید تو فضای ابری خود اتودسک نگهداری میشه و مزیتش این هستش که شما از هر جایی میتونید به تمام طراحیاتون دسترسی داشته باشید. خب من رو گزینه کریت تیم کلیک میکنم، یک اسم برای این تیم انتخاب میکنم. تو این قسمت دو تا گزینه داریم که تو گزینه اول اگر انتخاب بشه به شما این اجازه میده که فقط افرادی که خودتون میخواید رو وارد تیم بکنید. خب همینطور که میبینید نرم افزار نصب شد و این صفحه اصلی نرم افزار هستش. بالا سمت چپ هم عبارت پرسونال نوشته شده، به این معنی که این نسخه از نرم افزار برای استفاده به صورت شخصی هستش، استفاده تجاری نباید ازش انجام بشه و یک سری محدودیت هایی رو هم داره. مثلا اینکه به صورت همزمان بیشتر از 10 تا فایل طراحی رو نمیتونید
باز کنید و به صورت همزمان روشون ویرایش انجام بدید که البته این مورد برای ما معمولا محدودیتی نیستش و نیازهای ما در حد طراحی یا ویرایش 2 یا 3 تا فایل به صورت همزمان کاملا جوابگو هستش. در جلسه بعدی درباره محیط نرم افزار و روش طراحی توی نرم افزار صحبت میکنم. موفق باشید.